کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت با جرم خرید و فروش آدمان جوان زن 24 ساله ساکن شهر استرافشان را بازداشت نمودند. با وعده تامین نمودن با کاری سردرآمد دختران را به خارجه برده به تنفروشی مجبور کردن اسلوب جنایتی گمانبر شده است. خرید و فروش آدمان جنایتی است که حقوق و آزادی انسان را پایمال می‌نماید. یکی از شکل‌های معمول این نمود جنایت زیر اسارت تنفروشی قرار گرفتن زنان و دختران میباشد. کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت با گرفتن اخبارات اپراتیوی در یکجایی با مقامات پروکراتورای ولایت همین گونه کرداری به جامعه خوفناک جوانزن 24 ساله ساکن شهر استرافشان را آشکار نموده شخصیت سه قربانی به دام او افتیده را که در آرزوی زندگی زیبا و کار سردرآمد در خارج مملکت جای خود را در نقطه‌های تنفروشی و خدمت‌رسانی‌های شهوانی یافتند معین نمود. این ما گفت که استومات توی لسیم گرم این ما میپرتون کنیم معقول شود میگرد توی گفت سونی برصورت گریف پاسپورتت خواهیم گفتم سیر پاسپورتم گریف فرسونیم با سونی 4 روز و 5 روز گذشت و سونی ما گفت 5 روز میبریم کجا میرم گفتم که همین تایلند بگفت. سه بیوزنی از 20 تا 30 ساله ظاهرا زیبا که ساکنان شهر و ناحیه‌های استرافشان و ظفرآباد ولایت سوخت میباشند در تاجیکستان با گمانبر شده شناسایی پیدا نموده بعد گرفتن معلومات عاید معاش بلند در دولت‌های ترکیه، جمهوری تایلند و هندوستان به حیث پیشخدمت، مربیه یا مشغول شدن به نگاهبین شخصان بیمار به خبر از نیرنگ‌های غرضناک گمانبر شده راضی میشوند که به خارجه سفر نمایند. شخصی بانوان را جلب نموده بر علم میدانست که چی تقدیر آنها را انتظار است و با همین سببها تمام خراجات سفر را از حساب خود و هم مسلکان خارجیش تامین مینمود. اما به جای ضروری رسیدن زمان شرطهای خود را گذاشته جلب شدگان را قرضدار و برای رویاندن قرض همچون فاحشه استفاده برده است. من گفت که من تایلند گفت مشخونه کار میکنم گفت نه که یک جا کار است گفت میری میگفت کجا گفتم هندوستان گفت با من گفتم هندوستان من چقدر فقط 63 روز میریم گفت ویزا تیار کردم اتیا 63 روز میریم اونجا فقط اونجا کافه با تو ادمنستراتور میشه گفت با خامانش گفتم طوری از نشانداد جلبدگان برمیآید آنها دوامی از 3 تا 4 ماه به طور سنئی در اسارت قرضی قرار داشتند مجبورند برای برگرداندن آن به مرکزهای دلخوشی فاحشه‌خانه‌ها و دیگر نقطه‌های تنفروشی وابسته شده به مردان گوناگون ملت خدمت‌رسانی شهوانی نموده جبر و ظلم زیادی را تحمل نمودند. از روی دلیل‌های آشکار گردیده از طرف پروکراتور ولایت سوخت با ماده 130 علاوه 1 کدکس جنایتی پرونده بازگردیده بعد انجام تفتیشات پیشکی به سود ارسال کرده شده است. پروکراتور ولایت سوخت در همبستگی با شعبه مبارزه علیه جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت با مقصد حمایت حقوق‌های جبردگان از حساب خرید و فروش آدمان جبرده یک قطار چالان انداخته در نتیجه حالتی از جانب فرقت‌زاده ضمیره جلب نبودن یک قطار جوان دختران ولایت سوخت برای سفر کردن به دولت‌های ترکیه و تایلند و مشغول شدن با تنفروشی آشکار کرده شد. در نتیجه نسبت فرقت‌زاده ضمیره با ماده 130 علاوه 1 قسم 2 پرونده جنایتی آغاز کرده شده. پرونده جنایتی مذکور در رفت تفتیشات پیشکی باز 4 حالتی از جانب نامبرده جلب کردن جوان دختران برای سفر کردن به دولت‌های تایلند و ترکیه آشکار کرده شده. بعد گذراندن عمل‌های تفتیشاتی با تصدیق فکری ایداکنی به سود ارسال کرده شد. با حکم سود شهر استرافشان نسبت فرقت‌زاده ضمیره با ماده 130 علاوه 1 قسم 2 قانون جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای محرومی از آزادی به مهلت 8 سال تعیین کرده شد.